امروز یکم ژانویه هستش و اولین روز سال 2025. ما ترید بکنیم اصلا یا نکنیم؟ بازار رفته تو تعطیلات یا قراره که حرکتش رو به زودی آغاز بکنه؟ به سمت بالا، به سمت پایین، به کدوم سمت؟ همه اینها قراره که توی این ویدیو پاسخش رو دریافت کنید. با من همراه باشید. سلام، من کن زندی هستم و اینجا با یک کریپتو خیلی خوش اومدیم به کانال یوتیوب خودتون. بریم بدون معطلی سراغ تحلیل بیت کوین امروز. با من همراه باشید. تمامی پاسخ سوالاتتون رو توی این ویدیو دریافت خواهید کرد. مرسی بابت حمایتاتون، لایکاتون و کامنتاتون. اکانت تلگراممون هم جوین بشین، لینکش توضیحات این ویدیو هست. علت برای زیاد از جمله مهمترین سیگنال های رایگان که داره ریسک ریوارد بالا و وین ریت بالایی هستن و میتونن به شما سود خوبی رو برسونن. دوستانتون دارن سود خوبی رو میکنن، شما میتونید تست بکنید. دو سه روز جوین بشین، اگه خوشتون نیومد لف بدین. کلی اتفاق دیگه هم داخلش میفته، از جمله آموزش و بررسی اخبار و تحلیل درخواستی و کلی چیزهای دیگه، رسانه تیم و قرعه‌کشی‌ها، اهدای جوایز و بریم سراغ تحلیل بیت کوین در تایم فریم. در ابتدا مثل روال همیشه همون ماهیانه رو یه نگاهی با هم دیگه داشته باشیم، ببینیم شرایطمون به چه صورت هست. در تایم فریم ماهیانه کندل ماهیانه بسته شد و کندل ماهیانه که بسته شده یک کندل ماهیانه که نمیشه گفت برگشتی. ببینید خود این کندل به تنهایی برگشتی هست. اوکی، یهو اینجا فکر کردم که RSI اومده تا اینجا. کندل ماهیانه به تنهایی برگشتیه، درست؟ ولی اتفاقی که اینجا افتاده، این کندل ماهیانه بعد از یک کندل صعودی خیلی قوی اینجا نمایان شده. پس این کندل در مقابل این کندل به هیچ وجه نمیتونه کندل برگشتی باشه. یعنی که این کندل صعودی که داشتیم در نهایت این یک استراحت میبینیم و به زودی دوباره احتمال صعود رو داریم. حالا این ماه یا ماه بعدی میتواند بیت کوین این ماه هم به سمت بالا حرکت نکنه، میتونه این ماه رو هم رنج بزنه، ولی بدونید اگر این ماه رو هم رنج زد قطعا ماه بعدی به سمت بالا حرکت خواهد کرد. علت چون اینکه بعد از گذشت چند ماه، یعنی حدوداً 1 2 3 4 5 6 7 ماه، حدوداً تا اینم بگم 8 ماه و 214 روز حدوداً بیت کوین یک ماه صعودی رو سپری کرده. این که حالا بیاد دوباره بخواد 6 7 ماه بره داخل اصلاح اصلا ندارده، به خاطر اینکه بعد از 8 ماه تازه یک کندل ماهیانه صعودی زده. قطعا ما انتظار داریم که به زودی دوباره صعود اتفاق بیفته. این چیزی که میبینیم و با وجود آقای ترامپ و اخبار مثبتی که کلا برای کریپتو در این دو سه ماه گذشته آمد و تکونی که بازار کریپتو خورد، به نظر میاد که در واقع اینجوری باشه فرمش که قراره که ادامه دار باشه. این نکته که وجود داره، خب خیلی‌ها باور نداشتن، خیلی‌ها از این کفا که سیگنال خریدهایی که دادیم رو هیچ کدوم رو نخریدن. حالا اتفاقی که میفته اینجا چیه؟ قطعاً باید این کار رو بکنن. چرا؟ خب یه حالی باید به بازار بدن، بازار یه بالایی بزنه، همه تازه متوجه بشن که فلانی 500% رفت، فلان یکی 400%، اون یکی 300%. خب من عقب موندم، پس من باید بیام اینجاها بخرم. حالا که شما اومدی اینجا بخری، باید بندازنت بیرون دیگه، درسته؟ اونا سرویسوت میکنن، شما که میخری از اونها داری میخری، اونها میفروشن به شما. حالا شما رو میبرن تو ضرر و شما که ضرر میکنید و ناامید میشید و یکی دو ماه منتظر میگی شانس ما رو نگاه کن، ما تا خریدیم این شد و اون شد، احتمالاً در کفهای پایینتر حاضر به فروش دارایی خودتون در ضرر هستید که از این ضعف‌ها احتمالاً خریدید و موقعی که اینجاها میخواید بفروشید، اونها دوباره احتمالاً اینجاها از شما میخرن و بازار دوباره صعودش رو ادامه دار میکنه و یه جوری میره بالا که دوباره شما جا میمونید و احتمالاً در پروسه بعدی، در صف بعدی، شما دوباره خرید خودتون رو انجام میدید و دوباره این اتفاق براتون خواهد افتاد. تا وقتی که به خودتون نیایید، همیشه بازار این کار رو با شما خواهد کرد. اصلا خصلت بازار همین هستش. یعنی اگر بلد نباشید در جای درست خرید و فروش انجام بدید، بازار همیشه به شما ضرر خواهد زد. من این هم نیازمند آموزش دیدن و حداقل یک تحلیل درست درمون دیدن هستش که بتونه به شما کمک بکنه توی این شرایط. عرضم به خدمتتون که در تایم فریم ماهیانه داشتم خدمتتون رو عرض می‌کردم، نهایتاً ما برای بیت کوین یک کندل ماهیانه یا یه دوجی دوباره مثل خودش یا یک کندل قرمز کوچولو موچولو تا اینجاها داریم که این کوچولو موچولو میتونه یه شادوهایی رو تا اینجاها داشته باشه، ولی شادو او بلافاصله برمیگره بالا و همینجاها بیت کوین رنج بزنه و بلافاصله به سمت بالا حرکت بکنه. پس داخل این کندل ماهیانه میتونه این اتفاقها بیفته، درست؟ که در انتها احتمالاً شما یه همچین کندلی رو خواهید دید. مثلا میگم اگر قرارش قرمز ببنده، یه همچین کندلی رو احتمالاً خواهید دید با یه شادوی به سمت پایین که این میتونه اتفاق خوبی باشه در واقع برای بیت کوین که روند صعودی بیت کوین در ماه بعدی اتفاق بیفته. حالا اینو خدمتتون عرض کردم، میتونه همین ماه رو در واقع به سمت بالا حرکت بکنه. الان علتی برای بالا رفتن بیت کوین نداریم، به خاطر اینکه
بحث ژانویه رو داریم، تعطیلات رو داریم و سال 2025 رو هم به تمام مسیحایی که دارن در واقع ویدیو رو نگاه میکنن، دوستان عزیزم تبریک عرض میکنم. ان شاءالله که سال خوبی باشه برای همه شما عزیزان. در تایم فریم هفتگی بیت کوین ما علل حساب یه مقدار پولی داخل بازار و حجم کندل هفتگی گذشته رو داره نشون میده که به شدت پول کم شده از هفته گذشته. این هفته هم احتمال زیاد همین رو خواهیم داشت تا هفته بعدی. به امید خدا ببینیم چه اتفاقی برای مارکت میفته. هفته بعدی اتفاقی که میفته یا باید یک کندل رو به پایین بزنیم، بعد هفته بعدی یه شادو و اینجوری برگرده به سمت بالا و یک کندل خوب ببنده و حرکت بعدیش رو آغاز بکنه که این تشکیل میشه از 4 ماه که یک ماه حدودا همون فرم که بهتون گفتم رو میبنده، یا این کم نه دیگه از همینجا پایینتر نمیره و به سمت بالا حرکت میکنه و این ماهیانه هم کندل ماهیانه سعودی خواهد بود. در صورت دید 3-4 ماه به بالا به نظر من عالی هستش برای نگه داشتن اگر چیزی دارید و در جای مناسبی خرید کردید. اگر هم نه منتظر خرید هستید، یک پله اینجاها خوب مناسب خرید. یک پله دیگه هم میتونید برای بیت کوین اوردر رو 85-86 هزار دلار بذارید. یک پله دیگه هم رو آلت کوین ها اگر خواستید اینجاها میتونید بخرید و پله بعدی اونها رو هم حدود به 20% تا 30% پایینتر در واقع روی هر آلت کوینی قرار بدید. چرا که اگر ریزش قرار بشه اتفاق بیفته حدود به 20 تا 30% دیگه میتونه داخل آلت کوین ها اصلاح صورت بگیره. این از کلیت برای بیت کوین. در تایم فریم روزانه هم علل حساب خودتون مشاهده میکنید دیگه در این چند روز گذشته و یک هفته گذشته چه اتفاقی افتاده و کلا بیت کوین پولی زیاد داخلش نیست و شروع کرده به رنج زدن روی ناحیه حدود 91 هزار دلار یا 90 هزار دلار. حالا امروز زیاد اینا از دست میده و 86 رو میبینی که اگر شما اوردر خریدتون یه دونه اینجا باشه یه دونه هم همینجا، اگر بره بالا عقب نمیمونی، اگرم بیاد پایین اوردر شما رو برمی‌داره و یه پله اینجا خریدی یه پله اینجا، قطعا اینجاها یر به یر خواهید شد و اینجا توی سود خواهید رفت. این فرمولی هستش که میتونم بهتون بگم در واقع براتون خوب خواهد بود. و برای فیوچرز هم الان امروز روزی برای فیوچرز خیلی باید محتاطانه و اسکپ در تایم فریم های پایینتر خودتون ترید بکنید. در تایم فریم های شاید 1 ساعت و 4 ساعت هم الان ترید به درد نخوره. اگر هم دارید ترید میکنید بدونید که احتمالاً فقط زیاد حد ضرر خوردید و یا حتی سرمایه خودتون رو از دست دادید. این رو هم الان خدمتتون عرض نمی‌کنم. از یک ماه گذشته بهتون گفته بودم که 2 هفته این ور ژانویه و که 2 هفته اون ور ژانویه شما زیاد دنبال ترید کردن داخل بازار بیت کوین نباشید و حفظ سرمایه بکنید و سرویس‌های خودتون رو بهتون گفته بودم در صفحه انجام بدید و فعلا بشینید بیرون مناظره گر باشید. اوکی، این کلیت راجع به بیت کوین داشته باشیم. بریم سراغ دامیننس ها با هم دیگه. امشب هم آلت کوین ها رو بررسی خواهم کرد. دوباره بعد از مدت‌های آلت کوین خفن دوباره ویدیو براتون ضبط بکنم که ببینیم شرایط آلت کوین ها به چه صورت هستش. برای خود طلای جهانی هم همونجوری که نگاه می‌کنید الان حساب فعلا رنج رو نگاه می‌کنیم. داخل طلای جهانی هم پول آنچنانی وجود نداره و نگاه می‌کنید که 1 و 2 و 3 و 4 5 هفته است که دوجی و رنج رو در واقع داره نمایان می‌کنه اینجا برای ما و همچنین شاخص دلار هم فعلا رسیده به یک سقف در واقع مقاومتی خودش و میتونه از اینجاها اصلاحاتی رو داشته باشه. برای تتر خودمون هم در واقع همونجوری که مشاهده میکنید بچه‌ها خب یک کندل خوبی رو اینجا زده. حالا اینکه آیا بالاتر میره، ببینید زیاد جا نداره بالاتر بره تتر، یعنی نهایتا دارم خدمتتون عرض میکنم میشه گفتش خیلی بخواد شیطنت بکنه همین اینو من براتون ادامه بدم، این خیلی بخواد شیطنت بکنه اینجاه. اوکی، یعنی یه کوچولو دیگه بیاد این شادو رو پر بکنه اینجا جایی که دیگه انتهاش خواهد بود و دوباره برگشت قوی رو برای تتر خواهیم داشت. یعنی اگر برسه به اینجا قطعا یه همچین ریزشی رو دوباره داخلش خواهید دید که همون صعودی هستش که راجبش توی بازار حرف زدم و اینکه چند درصد دوباره میتونه به سمت بالا بره نهایتا همون چیزی هستش خدمتتون عرض کردم. حدودا اینجا زدیم 13-15%، ولی چرا پس گفتیم داخل آلت کوین ها 20 تا 30% امشب راجبشون حرف میزنم، ولی به خاطر دامیننس بیت کوین هست. پس علل حساب چیزی که داریم در داخل تتر قطعا فقط همینه، یعنی نهایتا بتونه یه همچین سود و شیطنتی رو داشته باشه که اگر هم که نه بیت کوین بخواد 91000 دلار بالا بره قطعا دامیننس تتر از اینجا برمیگرده. اوکی، به خاطر این میگیم یه پله اینجا بخرید یه پله اینجا که داخل بیت کوین اعدادش رو عرض کنم. راجع به توتال و آلت کوین ها هم الان روی چارتش خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید در واقع داخل توتال هم همینطور رسیدیم به یک مقاومت سقف تاریخی و خب طبیعی بود که بعد از چندین هفته صعودی ما 1-2 هفته رو اصلاح داشته باشیم. حالا اینجا بعد یا از همینجا که کف خوبی هم هستش به سمت بالا حرکت می‌کنیم یا یک کوچولو دیگه پایین رو می‌بینیم. این پایین رو می‌بینیم یعنی تا اینجاها احتمالاً بیایم اوکی و بقیه‌شو با شادو اینجاها باشیم و بعد هم به سمت بالا. یعنی یه چیز حدود به اگر بخوایم بگیم نیا کنید در داخل آلت کوین ها چطوری میشه تتر 13% ولی توتال 17%.
این به خاطر صعود دامیننس بیت کوین هستش که اگر قرار باشه ریزشی باشه، احتمالاً دامیننس بیت کوین آمادگی اینو داره که در صعود خودش اذیت بکنه آلت کوین ها رو و ریزش بیشتری شاملشون بشه. پس 20 تا 30% پایینتر برای هر آلت کوینی میتونه اوردر خرید مناسبی هم باشه. و دامیننس بیت کوین همونجوری که نگاه میکنید ببینید درسته که انتظار ریزشش رو داره ولی کلا غیر قابل تحلیله، اونجوری که باید و شاید دامیننس بیت کوین رو نمیتونید تحلیل بکنید. ولی در صورت اگر هم خواستید در واقع روی دامیننس بیت کوین تحلیل خاصی داشته باشید، باید بدونید که نواحی خوبی از دست رفته و یه جورایی میشه گفت لگ ریزشی قوی بوده و میشه انتظار همچین چیزی رو داشت، ولی شاید امروز روزی نریزه. یعنی چی نریزه؟ یعنی اینکه احتمال داره که اینجاها بازی بکنه و بعد بریزه. اوکی، که در این یک ماهه بتواند بازار رو کلا اذیت بکنه دیگه، یعنی یه بالا بزنه بازار بریزه، یه همینجا برای خودش بچرخه و بعدم اون ریزشه و اون سوده که داخل بازار بهتون گفتم اتفاق بیفته. و توتال هم کاملا آمادگی سود رو داره، کاملا آمادگی زدن سقف‌های جدید رو داره، جای نگرانی وجود نداره، فقط یه مقدار نظر زمانی شاید یکی دو هفته اینور اونور بشیم. اوکی، این نظر بنده هستش راجع به در واقع دامیننس ها و راجع به بیت کوین هم به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض می‌کنم که اتفاقی که میتواند بیفتد. من هم مثل شما با قطعیت کاملی نمیتونم راجع به بازار حرف بزنم. چرا؟ یه جایی هست با قطعیت حرف میزنم، یه جایی مثل اینجا با قطعیت سیگنال خرید میدم، با شجاعت کامل میام تو دل بازار و براتون خودم رو در واقع فدا میکنم و میگم که آقا اینجوری. ولی امروز روزی که اینجا هستیم من هم مثل شما نمیدونم، اینو فقط نهنگ ها میدونند و هیچ کس دیگه ای نمیدونه. هر کسی با قطعیت اینجا حرف بزنه قطعا هیچی حالیش نیست. یعنی این کسی یکی با قطعیت بگه مثلا این عدد رو میبینه، یا با قطعیت بگه الان امروز میره بالا، یا با قطعیت نه، کلیتش رو بدونیم سعودی هستش. ولی اینکه حالا کدوم یکی از اینها اتفاق بیفته، اول دوست داشته باشه پایین میره بزنه و اصلاحی اینجا داشته باشه، شدایدی داشته باشه، بعد به سمت بالا بره، یا اینکه نه از همینجا به سمت بالا بره، من هم مثل شما نمیدونم. به خاطر همین خرید پله‌ای رو برای همین جاها گذاشتن. به صورت دو پله وارد شید، بیت کوین همینجا و یه دونه عدد حدود 85-86 هزار دلار و آلت کوین ها هم که خدمتتون عرض کردم، ولی ویدیو شب بیشتر عمیقاً دقیقاً براتون بررسیش خواهم کرد. نکته دیگه راجع به بیت کوین نمیمونه، فقط نظر من به کدوم هست. به خاطر ببینید ژانویه کلا تعطیلات، اوکی، زیاد مردم فکر نمی‌کنم امیدی به بازار باشه تو این شرایط داشته باشن دیگه. سوداشون رو گرفتن و در واقع اینجوری که الان سبب سود و تعطیلات و خوشگذرونی و تا به خودشون بیان و برگردن یه مقدار طولانی هم خواهد بود، شاید مثلا 2 هفته 3 هفته زمان ببره. حالا از این نظر زمانی به نظر میاد که وقتی که پول داخل مارکت نیست، مارکت میکرها نیستن، در داخل تعطیلات خودشون هستن، نهنگ‌ها نیستن، اذیت و آزار و شیطنت اینجوری رو بیشتر داشته باشیم تا اینکه امروز روزی بخوایم به سمت بالا بریم. ژانویه یک بار شده بود، فقط از 1 ژانویه که در کف 15000 دلار بودیم شروع گارد سعودی اتفاق افتاد و از 1 ژانویه صعود اتفاق افتاد داخل بیت کوین و علتش چی بوده؟ چون خیلی بیت کوین ریخته بود و رو قیمت 15000 دلار بودیم و اصلا آرسای اوضاع افتضاحی داشت و شاید یه فرصت مناسبی رو دیده بودن که بعد از مدت‌ها که ژانویه‌های رنج و اذیت و آزاری داشتیم یک بار همه رو جا بزنیم و به این فرم کف 15000 دلار بالا بریم. و چه زمانی بهتر از 1 ژانویه که همه فکر می‌کنن که ما خوابیم و تو تعطیلاتیم، همه جا بمونن. ولی اینجا بیت کوین دیگه بالاش رو زده، اینجوری نیستش که تو این سقف همه بخوان جا بمونن، پس میتونه همون سناریوی سال‌های گذشته اتفاق بیفته. یعنی یک رنج و اذیت و آزار که در سالهای گذشته به شدت این فرم اتفاق افتاده و زیاد دیدیم که در ژانویه اذیت و آزار بیشتر اتفاق افتاده تا اینکه بخوایم روندی داشته باشیم، یعنی چه این ولی چه اون ولی. در کل اینو که نداریم، یا یک کوچولو به سمت پایین یا به سمت بالا، که نظر من بیشتر رو به اون سمت پایینه در واقع هستش. خب خیلی مخلصم، دمتون گرم، لایک و حمایت یادتون نره، کامنت برامون بذارید و کانال تلگرام هم جوین بشید، از سیگنال های رایگان ما نهایت استفاده رو ببرید و همین. مخلصم، ویدیو امشب رو دست ندید، ساعت 8 شب ویدیو آلت کوین ها میره بالا براتون. شما خدا بزرگ میسپارم، خدا نگهدار.